سلام دوستان، خوش آمدید به کانال من. دویم روز است که ما علاقه با سامبوسی الافین. راستی گپ همه با معقول شد. سامبوسی الافین مردم بچه ها با معقول شد. خواستیم یه بار دیگه سامبوسی الافین کرده خوریم. برای همین من سامبوسی الافین کردیم. فقط پیاز و الافکی کردیم. اگرچه گوشت کارتوشکا نکردیم. حاضرم جیب مادرمو، یعنی مادر کلانمو خالم پیچانسیان سامبوسای من امروز یعنی کامیرچی عادی کره سوپی سادی خسته سامبوسه تیار کردیم. من سامبوسی ما هم تیار شد. خمیرش تو نوکی یعنی ریزانگ آمد. برای صبحانه چخیر نغز سامبوسی گرم من یعنی داخلی سامبوسی ما فقط پیاز الاف هر نمود پیچانیم. سامبوسی الافین چخیر تانر پیچان چخیر گرم مکاکی خمیراش یعنی ریزانگی نغزم دست. من یک تقاشچه سامبوسی الافینی ما هم تیار شد. برای عبید باشه مادرم اویگورسکی لغمان تیار کردن. خمیرش به آب، نمک و تخم باشد. اردتان نگاه کرد تخمش همراه میکنید. دستتان روغن کردن میتاب 2-3 مرتبه یعنی لغمانه میگذرانید. برای باریک آماده نشه خواهید باریکتر خواهید 2-3 مرتبه خفستر خواهید 3 مرتبه باریکتر خواهید 3-4 مرتبه میگذرانید. نمیتاب دستتان خطی میگذرانید. بیاد نازگر خمیرشان تخم باشد نمیکفد یعنی کنده هم نمیشد. خمیرش سخت تکک نیستد. میخکره میگذرانید. مادرم یعنی تیار کروسیان عبید با برای اون که ما خیلی اولادو جمع شدیم کمتر کاروباری خیلی اگراتشون بیاردم دادیم کمتر کاروباری خیلی بودگیشون بیاردم کردیم. ما زنها یعنی فقط پخت و پس که آواره شدیم. من باشم فقط کامیرچی چغ زدم لیسا برفتیم. خیلی شکر خدا خوش چغ زدیم. من کم کم همش یعنی ویدیو کردم برای اینکه خیلی دستم هم نرسید. خیلی بچه ها مایده خیلی هموقع تا چینی میکنم یعنی ویدیو گرفتم. همینطور گذراندن چند مرتبگی. لغمانو یعنی همینطور آبی جوش به 5-6 دقیقه پخته میگیریم. آب به نمک همراه میکنیم. بس آش آشتانی آش اسفرگی مادرم تیار کردن. اول پیاز بیخی سانی اینا گوشت میانداختیم تا تیار شدنی آش. مادر کلانم خالم اگراتشون به کمتر یعنی جون میدیم یاردم کردیم. مادر کلانم جواری مکه شیناندن. خیلی ما چقدر پرنیکاشون به آب دادیم. همینطور یعنی تا بگه ما کارو بار من این آبتی پرنیک بینی بلگرا پمیدار خیلی بزرگالشان های مالشان های پرنده هاشان های همه چیشان هست. من پمیدار ها چه خوش رامدگی. آقای خانگی روزش به چند دانه راستی که تخم میگیرن نمیدانم انی همش یک خیل بکنید بیاد نغز یعنی زمینی خانه انا چیزی سیاه نامش بچه من بیاد خورسند بازی کنن. راستی گپ هوای تازه بازی این خیل کردن که تیز گوش نماندن خوردنشون هم نقص شد. راستی گپ هوای تازه نغز بود از همه طرفه. سلامتی فرزندان بیاد فایده کرد. ساعتم 9:30 بیگه زیربک با آب ریختیم. من دم میاندازیم سانی بعد خورده راه به سوی خانه انشالله. ماندکش ویدیو گرفته نتانستم بیاد خورسند نغز گذراندیم دریونی به روزمونه. این کاندیترسکی نگاه کنید. کاندیترسکی من نوسیبیرسک улица Станиславская 2/1. من روزی کاری از ساعت 9 تا 7 صبح واسکرسیانی بخدمت. من همین آدرس دخترا من همینجا میداریم همش نرخ و نواش دسترس. من آدمی که نوسیبیرسکنده هیا مرحمت آمده همینجا چیزای کاندیترسکی خرید این وی نامه یعنی کمپانیا. من مغازه کاندیترسکی همه چیزش هست با نرخی دسترس. من همین جای درآمدگیم. من کریم نمودش نگاه کنید. کریمی شانتی پاک من همه نمودش 180 روبلی. من
همش магазини кондитерский. بسیاری سوال می‌کنن من آدرس دانشگاه نویسیبیرسکند بوده مرحمت اومده چیزی که لازم یعنی گریتان نرخ نواش دسترس تماما قیمت نیه من همه یعنی قالبا یعنی برای تگی تارت 25 سوم 35 سوم من همه نمودش هست من اینجا سلیکانوی میشاکو من نساتکا ها نمودش کردی خیلی نرخوشه کد الکی گفته شده بودم من نمودش من لکجایی که میگویتان من همه نمودش هست اینجا با کلابین کرخمال ساخرنی پودره من ماستیکا ها نمودش کردی من شکلات ها نمودش کردی من اینجا با بالا چخگو کلوبنیکای خوشگرگی من اینجا ها برای کریتسا خیلی چیزها من اینجا برای زادروز و هر چی ها من اینجا قالب بالب همه چی هست من خیلی کلانم نیونه که همه چی میرفته اینجا سلیکانوی من اینجا پسیبکا من اینجا اینه کیکسا من اینجا برای زادروزی فرزنده با یعنی اما ماستیکه که ساختماندگی دانش 100 روبلی من آقای 100 روبلی کدامش ویبر کنید من اینجا ها زیفیرای تیار من اینجا بابچکای خورده میشدگی همش خورده میشه من این مغازه کاندیترسکی راستی که خیلی وقتم تام برای همین فقط همین یعنی گرفتم کم در بازار تاجیکا میوه کنی با آمدم به حد نرخ و نوا ارزان 100 روبلی قلفینه گیلاس ساندالوها روزهای نزدیک انشالله ویدیو پر میشد باقی در پناه خدا دوستان